خوردن. به همراه تعدادی از کارگران معدن زیرزمینی زغال سنگ به محل کارشان رفتیم. جایی که نه از میز و صندلی و نه از چایی قند پهلو خبری نبود. ما الان توی عمق 80 متری زمین هستیم. یک ارتفاعی تقریبا 1 متر، 1 متر هم فکر کنم کمتر باشه و عرض 2 متر که کارگران عزیز دارن به سختی اینجا زغال رو استخراج میکنن. خب صبر کنید، ماسکاتون بذار اینجا، حالا گرد خاک میشه. بازش کن. مثلا به طور متوسط روزانه چقدر تو این کارگاه دارین کار میکنید؟ چند ساعت؟ 16 ساعت. 16 ساعت تو این دیگه؟ بله. داریم مسیرمون ادامه میدیم به سمت بانکر کارگاه داخل. میخوایم بریم جلوتر. آی مهدی جلوتر چه خبره دیگه؟ بانکر کارگاه. میرسیم به بونکر که این زغالی که گرفته میشه داخل یه بونکر، داخل همین زمین حفر شده. زغال داخل اون جمع میشه. بعد اینکه لوکوموتیو بیایه دونه به دونه واگونا رو پر میکنن و میبرن بیرون. همین که اومدیم اینجا داریم الان اگه صحبت صحبت کنیم. بزرگتره بانکر هم ایقا رو خالی همون بانکر میشونی بیرون. پیران هم گیر کرد. سعید بگیر کجا؟ بری آزاد شد؟ این میشه تخریب کارگاه. میدونم چه جور فشار برداشته ستونه این ور از این ور کج کرده. اینجا به علت فشار منقلی میونه این کارگاه یکم فشار برداشته، بانکر قبلی مون بوده. چوها منقلی چجور پیچونده؟ باید برن سطح زمین اونجایی که فیل برداشته اونجا دوباره چوب بیاره به ابعاد 1.5 متر در 1 متر ببره بیاره تو کارگاه برای منقلی که اضافهش کنه به خاطر چینش. آیا امیرزاده؟ بله. الان دیگه با دوربینتون محکم بگیری چون داریم میرین داخل چاه انگار. هر جا دیدی چی شد پاس خوش کمر من طوری نیست. شما با هم میریم پایین. نه من دارم، من میدونم چجوری باید خودمون نگه دارم. این تازه آقا این شیبش کمه، این حدودا شیبش 50. ما الان کارگاه قبلی کار میکردیم کلا مثل چاه بود. خودمون الان من نزدیک که بودم 5 سال دارم کار میکنم به سختی از میوندن. این به خاطر ما زغال لایش کشیده پایین تو شکستگی کارگاهه ما مجبور شدیم این شیبو کم ببریم. این شیب کمه، فکر کنم چیزی حدود 10 متره. نه چیز زاویه‌اش میگه حدود 70 تا 75 درجه زاویه داره به سمت عمق چی بهش میگفتیم با این؟ بانکر. بریم. شیب کمه. ما به این میگه شیب بانکر شیب کم. خب بریم. بیا پشت من. خودتون برید پشت من. خب بریم بازم اولین اصل تو کارگاه وقتی که چند نفر همراه میرن باید به هم بچسبن برن پایین. وقتی یه نفر بره پایین من که با فاصله دارم میرم احتمال داره پامون بزنم پشت این سنگ آزاد بشه. سنگ که آزاد بشه تا اون پایین یه شدت و سرعتی میگیره که طرف ناکار میکنه. ولی این از بونکر تا سطح زمین فاصله 80 متری زمین میشه. حدودا 88 89 90 حدودا 90 متر تا سطح زمین. ما الان از همین جایی هستیم پایینتر تا سطح زمین 90 متر هست. ناب خالی کن، خالی کن. بلکه خودم به بمبر از همین سوراخ کارگران میرن میان. حالا الان من میگم خالی ترش کنم. الان چون ما میخواییم بریم دارن سوراخ بزرگتر میکنن. نریزه رو سرمون. ولی کارگران خودشون از همین سوراخ رد میشن. وای شما باید کاملا خودت رها کنی، اعتماد کنی به نفر پایینی. اون پاهات جا میره جایی شما نمیبینی، انگار داری میری میفتی توی چاه. ولی خودت رها کن، بچه‌ای که پایینن پاهات راهنمایی میکنن. اون حواسش جا نگاه کنه اینجا رسیدی. میخوام ازش رد شیم ببینیم اصلا از واسش برمیام یا نه.
بله بله. یه دست پشت. دوربین تو بده پایین. خب شما اون طرف رو بگیرید طرف من که تصویر رو بگیره. بیا راش کن. آره. فقط سر تو بتونی رد کنی. سر ما آره. هوا تا بیان پایین میرسن به بیا آها. این چوبه. خب. خودتون جمع کنه. کلا جمع کنه. فقط سر تو بتونی رد کنی. آره. ماست گیر کرد. ما فقط میخوایم مسئولین بیمه ما درست شه. ما الان ساخترین جا الان همین آقای اومدم اینجا دیدم ساخترین جا داریم کار میکنیم هم حقوقمون پایینه هم بیمهمون قبلا پدر بچه خودمون کار میکردن 15 سال کار میکردن بازنشسته الان ما 30 سال خداییش الان خودتون ببینم میشه توی تا جایی کار کنی وجدان نه واقعا سخت بود شغل سخت زیان‌آور